کارخانه زغال. زغالایی که قیلون میکشی الان باید بگم چجوری تولید میشه. خاکگرده است، فقط خاکگرده است، خاکگرده. بعد این دستگاه خاصی نداره، یه درام و یه بوکس و یه جامپ دیگه مشل و اینجا بیاد مواد اصلیش خاکگرده و پودر زغاله. کیسه ها چیه اسمش؟ کیسه ها اسمش چیه؟ کاربونات. هر تون یه کاربونات هم مصرف میشه. هر تونی 4 تا. هر کیسه 4 تون ها؟ هر تونی 4 تا. این هم که فراهمش میشه دیگه. با از صبح که حالا از صبح زدید دیگه از صبح اینو زده با این یه تون میاد هر کدومش آره؟ هر کدومش؟ نه یه تون. هر کدومش یه تون آره؟ بعد این آقا میره کجا؟ این حالتی الان بزرگه دیگه خورده ببین بزرگه. بعد میشه آقا داستان کجا میشه؟ این کره هاست. این کره آقا میره تو این دیگا، میره تو این دیگه. ببین این دیگه خب میره تو این کره دیگ. این یه مشعل داره که روشن میکنین بعد پلوم میکنه اونجوری اونجوری درش پلوم میشه مثل اون. بعد میاد این یه مشعل داره روشن میشه زغال قیلون. بعد 24 ساعت روشن که میشه. الان این امروز خاموش کرده همچین مشعل اینو روشن میکنه زیرش میشه هم این از اینیه. بعد اینجا میاد بریشکاری میکنه اینجوری تبدیل میکنه اینو. بعد اینجا میکنه تبدیل به بریشکاری میشه. این آمادش بریشکاری هم که نمیدونه والا نزد بریشکاریش نداره. حالا زده باشم اینجاست. این از بریشکاریش آماده کرده. اینو اونم که دستگاه دیگه است. همین